به این 4 تا ویدیو گوش کنید. بیمار به من مراجعه کرده، داروهای شیمی درمانیشو و دوره شیمی درمانیشو نصف کار ول کرده، رفته از جوش شیرین استفاده کرده برای درمان سرطانش. میگم عزیز من تو چرا این کارو میکنی؟ میگه میخوام بدنمو قلیایی کنم تا تومور از بین بره. میگم خب اون پزشکا اینا رو میدونن، بس چرا این کارو نمیکنن؟ چون اصلا بدن نمیتونه خودشو قلیایی کنه. محدوده pH بدن بین 7.35 تا 7.45. کمتر از این بشه یا بیشتر از این بشه تو میمیری. یعنی اون شیرینی که میخوری قبل از اینکه سرطان رو از بین ببره، تومور رو از بین ببره، اول تو رو میکشه، بعد اون از بین میبره. پس به فضای مجازی، به شایعات اینا توجه نکنید. ما پزشکا میدونیم دیگه، ما میدونیم شیرین نمیتونه. اگه میتونست که دیگه داروهای شیمی درمانی تولید نمیشد، به همه الان جوش شیرین میدادن. الان استفاده از جوش شیرین تو صنایع غذایی ممنوعه. برید بخونید چرا، دلیلش رو به شما جو نوشته. ویدیو بعدی رو گوش کنید. دکتر تولیو سیمونچینی ایتالیایی، آنکولوژیست. دوم دکتر مارک سرکس آمریکایی، آنکولوژیست. سوم دکتر لئونارد کالدول آلمانی، آنکولوژیست. چهارم دکتر رابرت یانگ امریکایی. ببینید اینا تخصصشون آنکولوژیه، یعنی سرطان شناسن. همشون بیش از 30 سال تحقیق کردن. من آنکولوژیست نیستم. من نمیتونم توصیه کنم جوش شیرین بخورید برای سرطان. من حق قانونی این کارو ندارم. من صلاحیت علمی این کارو ندارم. به لحاظ اخلاقی من نباید همچین توصیه بکنم و توصیه نمیکنم. من فقط آنکولوژیست نیستم. من فقط دارم ریفرنس معرفی میکنم، آدما رو میگم کیان، کتاباشون رو معرفی میکنم. من دعوت میکنم شما رو به مطالعه و کار علمی و پژوهشی. من اینجا مشغول توصیه کردن مصرف جوش شیرین برای درمان سرطان نیستم. بیکربنات سدیم ارزانترین، بی خطرترین و موثرترین داروی سرطان است. بدون عوارض جانبی منفی شیمی درمانی، بدون هزینه است. چرا بدون هزینه است؟ چون میرین سر کوچه از سوپرمارکت 5000 تومان میدین انقدر جوش شیرین میگیرین. طرف میگه آقا هر پک دارویی که میگیرم 10 تا توش آمپوله، هر کدومش 170 میلیون تومان پولشه. خب این 10 تا 1 میلیارد و 700 میلیون پولشه. وقتی که من 2 دوره شیمی درمانی کنم باید 4 میلیارد بدم. اون همه عوارض وحشتناک داره، موهاش میریزه، پوستش نابود میشه، کبدش از بین میره و 5 سال بعد ممکنه بیماریش برگرده. بعد اگه این آدم به جای 4 میلیارد بره 4000 تومان بده از سوپر سر کوچه جوش شیرین بگیره بیاره و خوب بشه، پس کل سیستم داروسازی جهان تکلیفش چی میشه؟ برای همینه که اون 4 نفر تولیو سیمونچینی الان بهش میگن previously oncologist، یعنی ایشون قبلا آنکولوژیست بوده، از وقتی که راجع به جوش شیرین حرف زد دیگه آنکولوژیست نیست. حق مصاحبه نداره، حق مطلب نوشتن نداره، کتاب می‌نویسه مجوز بهش نمیدن، حق مصاحبه تلویزیونی نداره، مصاحبه‌هاش خونگی همه تو یوتیوب، سفر میکنه به همه جهان آدما رو نجات میده، بالای 90% سرطان‌ها رو درمان میکنه بدون هزینه با جوش شیرین. خفش کردن. اونای دیگه هم همینطوره. به سایت دکتر مارک سرکس میتونین مراجعه کنین، مطالب بسیار جالبی داره. drmarkcircus.com تکان دهنده است مطالبش. یکی از مشکلات بزرگ جوش شیرین یا بیکربنات سدیم میدونین چیه؟ خیلی ارزونه. هیچ کی ازش سود نمیبره. هیچ کمپانی داروسازی نمیتونه سودی ببره ازش. برای همین هیچ کی روش تحقیق نمیکنه و راجبش تبلیغ نمیکنه. چون ارزونه، چون سر کوچه هست، همه میتونن بخرن. پس این کمپانی‌های بزرگ داروسازی باید چیکار کنن اون وقت؟ و ویدیو بعدی. جوش شیرین خوب نیستا. دیدی گفتن تو نون جوش شیرین نزن یا نادان. حس کردی یه گاو خوردی. اصطلاحات شماست. اسم میکنم یه گاو خوردی. اگر غذا خوردی حس کردی ترش کردی. اگر غذا خوردی دیدی این جهات میسوزه. همون یک لیوان آب جوش، چه آب معمولی، آب خوردن با یه قاشق مربا خوری جوش شیرین وقتی میخواد. حالا به تو میگن که جوش شیرین خوب نیستا. دیدی گفتن تو نون جوش شیرین نزن یا نادان. تو اگر جوش شیرین رو بد میدونی غلط میکنی، میری مغازه اینقدر جوش شیرین میخریم یه کیک درست میکنی، اونم میگه تو حیوانی. چرا؟ چون اسمش گذاشته بیکینگ پودر. اگر اسمش بذاری جوش شیرین میگی چرا اینجا آره اونجا نه. جوش شیرین دواست، جوش شیرین حرف نداره. ول کنین این چرندیاتی که میگن
و ویدیو دکتر خلیلی هستم. بعضیا اعتقاد دارن که میشه با خوردن جوش شیرین و قلیایی کردن محیط بدن سلول‌های اسیدی رو از بین برد. واقعا خب اگر اینطوره به عزیزانتون 2 هفته جوش شیرین بدید بخورن، سرطان از بین بره، جایزه نوبل بگیرین. چرا میاد ویدیو پر میکنید؟ چرا مردم رو گمراه میکنید؟ کلیه اجازه نمیده پی اچ بدن قلیایی بشه. پی اچ باید خنثی باشه. به فرض که این اتفاق بیفته، شما ضمانت میکنید که سلول سرطانی از بین بره، سلول‌های نرمال از بین نرن؟ بافت سرطانی اسیدیه، نه کل بدن. شما با چه اجازه کل بدن رو میخواید قلیایی بکنید؟ چرا میگید میکروب ها در محیط اسیدی رشد میکنن؟ میکروب ها عاشق محیط خنثی هستن. کلیه داره تلاش میکنه که محیط خنثی باشه، شما میخواید محیط قلیایی کنید. پس معده چی؟ پس روده چی؟ پس ادرار چی؟ اینا پی اچشون متفاوته. شما چطوری میخواید با یک چوب همه رو قلیایی بکنید؟ وقتی شما میتونید بگید ما تومور میتونیم از بین ببریم که فقط محیط تومور قلیایی بشه، نه کل بدن. اگر اینطور بود مطمئن باشید دنیا تا الان تومور رو از بین برده بود. به ساختار خلقت دست نزنید. موفق باشید. در نهایت تصمیم با شماست.